акнун дӯстони гиромӣ мегузарем ба таҳлили бозие ки бо шӯки дастаҳои Реал Мадрид ва Леганес сурат гирифт. Тавре мо дидем бозӣ 3-2 ба фоидаи дастаи шоҳона ҷамъбаст шуд, аммо баҳсҳои бениҳоят зиёд атрофи ҳамин бозӣ ба вуқӯъ пайвастанд. ҳатто дарвозабон Лунин ҳам баъд аз бозӣ сухане гуфт, баъдан онро инкор кард ба маънои ин ки мо бояд бидуни кӯмаки нафарони дигар пирӯз шавем. Биёед акнун аз рафти ҳамин бозӣ се ҳолати баҳснокро дар алоҳидагӣ таҳлил мекунем ва фикрҳои худро гуфта мегузарем. ҳолати аввал лаҳзае ки пеналти таъин шуд дар мавриди афтидани Арда Гюлер дар ҷаримагоҳ. дақиқаи 31-уми бозӣ муборизаи ӯ дар дохили ҷаримагоҳ аст. дақиқаи 30 буд, баъдан саҳнаҳои такрорӣ дар дақиқаи 31 пешниҳод шуд ва бубинед бисёре аз собиқ доварони Ла Лигаи Испания гуфта истоданд ки ин ҷо ҳангоми мубориза барои тӯб ҳеҷ гуна бархурд аз сӯи дифоъгари дастаи Леганес дида намешавад ва Гюлер ба ислоҳ то ҷое гӯем найрангбозӣ карда афтид ва илова бар ин ВАР дар ҳамин ҳолат дахолат накард. خب در عکس اولی که بود اونجا گفتم ممکن بود که مبارزه برابر است، ولی در عکس دوم ما دیدیم در این حالت بیاید ببینید که توپ در پای گولر است و رسیدش از کنار از پای چپ بازیگر رقیب از بازیگر دسته لگانس با اردا گولر هست. البته رسیدش کم میتواند باعث بر آن شود که در ادامه خود فوتبال باز نیرنگ بازی کرده به زمین خود رو پرتاید و پنالتی کار کند و عکس سوم هم اینجا تبره میبینیم در این حالت هم بله یعنی باوری کم است که واقعا هم زیادی اما داوران بعضی حالت‌ها همون فقط یک رسیشی که بین بازیگران میشن به اصطلاح همون کانتاکتی که هست اون رو بین نوبت گرفته پنالتی رو تعیین میکنن. ولی چی ضرر دارد برای رئال مادرید وقتی که ده ها پنالتی این دسته رو ما میدونیم که این موسم نگذاشتن به فایده دسته رئال مادرید و یک دفعه اشتباه کردن، یکی رفت و اشتباه شد از طرف داوران و یک پنالتی رو گذاشتن. نه برعکس همین موسم لالیگا از روی استاتستیک از روی عمر 11 مرتبه به فایده رئال پنالتی تعیین شد. 22 مرتبه دیگر پنالتی رو برای رئال مادرید نگذاشتن. این رو ما بارها دیدیم. در بازی بر مقابل اتلتیکو مادرید بود، در بازی بر مقابل بارسلونا بود، در بازی بر مقابل اساسونا بود. خب حتی در اونجا کارت سرخی که بعداً با بلینگهم داده شد. همه این سبب ها اخیراً حالتی رو پیش آورد که رئال مادرید قریب اعتراضهای رسما کرد برای بر ضد داوران در اسپانیا و حتی سر و صدا هم برآوردن اونها که ما از اسپانیا میرویم، از اینجا کوچ میبندیم. عموما این گونه حالات حتی پیش اومده بودند. تو این حد جبر شده بود برای رئال مادرید این موسم. این رو انکار کردن غیر امکان است، به خاطر که معلوم است در هر بازی میدیدیم این حالت رو. در بازی بر مقابل اساسونا مخصوصا چگونه مشکل های کلونی یعنی که از طرف داوران اشتباه ها بود و با این خاطر همین رسش کمترین فکر میکنم این هم بعد از اعتراض های دسته رئال مادرید است که رسش کمترین هم سبب میشود که اکنون داور پنالتی گذارد به فایده رئال مادرید. خب ایمان بکوتو من فکر میکنم که اینجا تعیین نکردن پنالتی امکان داشت، زیرا ببینید در عکس اولی اگر ما میبینیم هم با دست کمک کرده است دفاعگری دسته رقیب ضد اردا گولر، هم با پای رسیش احساس میشد، ولیکن حالت افتیدن الکی اندک ایجاد کردن رول به نظر می رسد. ولیکن دسته که رئال مادرید است و چون حالت که در جریمه‌گاه یک دسته دیگر به میان آمده است احتمالی موندن پنالتی بیشتر است نظر به آنکه که بعداً داور وارد جنجال و دعوا و گپ‌های زیادتی دیگر شود. ولی اصلا دلیل هم اگر 100 بولند پنالتی به فایده رئال مادرید نکرده باشند از همه بیشتر برای رئال مادرید پنالتی و این معنا رو دارد که همگران رئال مادرید از همه بیشتر فعالند در جریمه‌گاه رقیب. این معنا فعالیت دیگر چی است؟ گپ در درست تا کجا درست داشتن کار داور است، تا کجا بهاگذاری شدن عملی داور. البته در مورد گلزنی مباپه دعوا نیست اون رکوردهای خودش. گپ در اینجا است که داور همین بازی گفته می شود که بهای 1 گرفته است، یعنی از 10 ولی امکان پذیر بهای به‌نهایت پس گرفته است برای سطح داوری که داشت. در مجموع خطاها هنگام تعیین ضربه‌های جریمه‌ای خب قاعده ویران نه تنها با فایده رئال در بله در عموم برای اون که در رئال مادرید نیست، این مشکل داور است. پایان بعد از بازی رئال مادرید که در پایان همین رقابت یک حالت بود که اونجا میتونست با فایده لگانس پنالتی گذارد، اما اونجا پنالتی نگذاشت. باز اون حالت هست که بود. بله حالا بعداً میگذاریم حالتی که در دقیقه 74 بود، حالتی که ضربه جریمه‌ای تعیین کردن، حساب 2-2 است و از همین ضربه جریمه‌ای بعداً مباپه گل میزند و حساب 3-2 میشود. همینجا تاپیا تلاش میکند که توپ رو از رودریگو دور کند و واقعا هم این دفاعگر فکر میکند که اولین شده به توپ رسید
ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. Барои ҳамин ҳолат зарбаи ҷаримавӣ гузоштанд, баъдан он иҷро шуд ва боиси голи севюми Реал Мадрид гардид. اینجا بیشتر امکانیت تعیین کردن ضربه جرمی به نظر می رسد، زیرا که اصلا ببینید تا کجا دروازه‌بان میرسونه احتمالیت توپ بدن میرود سود با گلزنی. دروازه‌بان میرود. البته در حالتی که مونی بازیگر ریال مادرید میشن، توپ خانه ها به دروازه‌بان رسیدن میگیرد. اونجا البته تا کجا رسش هست همین بازیگر ریال مادرید، از یعنی من همین حالت این گونه باهاگذاری شده است که بازیگری دسته لگانس از پشت جهش کردگی است. این یک. دوم اینکه در برابر با توپ رسیدن او با رودریگو نیز رسید و رودریگو از پا افتید. این دو عامل میتواند یک بهانه باشد برای داور که ضربه جرموی تعیین کند. داور اما با توپ اولین شده رسیدن تاپیا، ولی از پشت جهش کرد. وقتی که رودریگو حرکت داشت از پشت او جهش کرد. نوبت از اینکه با توپ رسید بازیگر رو از پا افتاد، هجوم رو از بین برد. این خود یک خودآورانکنی به حساب اینجا بعد تو اندازه بلند برداشته شدن پای دفاعگری دستم تا جای ضد بازیگر ریال مادرید هم عامل بوده. میتواند اگر رودریگو در همین همینجور یک رسمی دیگر هم هست از رفت همین حالت. من از اینجا با فکرم بهتر دیدن ممکن. نه، در اینجا علاقه خودآورانکنی به نظر نمیرسد. ببینید توپ علاقه خودآورانکنی پشت سر شد در این حالت. بله با رودریگو رسید، با توپ رسید و نه اینجا کی به توپ اول رسیده است. تاپیا اساسی است. اینجا دفاعگر اینجا باز هم حالت بس برانگیز است، نه به فایده ریال مادرید. ببینید وقتی که توقع اجرا میشود، وقتی توقع اصلا به توپ کی اول میرسد، وقتی که به توپ رسیده بعداً خودآورانکنی عمل می‌کند. خودآورانکنی به نظر نمیرسد. 100% به نوبت میگیرن این رو که اگر همین حالت برعکس به هم میشود. بازیگر اگر خوفناک جهش میکند، اگر از پشت جهش میکند، فوتبال بازی مثلا ریال مادرید رفته ایستاده است، نمیبیند که از لگانس بازیگر حالا جهش کرده ایستاده است. در این حالت نوبت از اینکه توپ رو اون میگیرد، وقتی که بازیگر ریال رو از پا افتاند، این ضربه جرموی گذاشته میشه. نوبت از رسیدن توپ. نوبت از رسیدن توپ این او هجوم رو از بین برد. بازیگر رقیب رو از پا اینجا عامل جهش خوفناک میتواند کلیدی رو کلیدی داشته. این چیز میتواند این رو باید به نوبت. و لحظه سومی بحثناک که باعث ناراضگی دسته لگانس شد، اما به هر حال مربی آنها ضمن نشست مطبوعاتی بعد از بازی ابراز داشت که من با داوران باور دارم و امیدوار میشم که آنها کاری حق و درست میکنند. اما به هر حال همین لحظه فکر میکنم از دو حالتی قبلا محاکمه کرده ایم باز هم بحثناکتر است، چون که دقیقه الوگی دقیقه 95 بازی باید همون حالت رو هم ببینیم. فوتبال بازی دسته لگانس در داخل جریمه‌گاه این حالتی که اسنسیو با او مبارزه برده ایستاده است، توپ طوری میبینید زیادتر نزدیک است به بازیگری لگانس. باز عکس‌های دیگر هم از جریان همین حالت است، یعنی به اصطلاح استاپ کادرها که ما و شما ببینیم و وقت توپ رو میگذراند از اسنسیو، اینجا برخورد اسنسیو با فوتبال بازی حریف است. دقیقه 95 بازی. در حالی که حساب 3-2 با فایده ریال مادرید. روی راست باده اینا میدین. یگان طرف مخلصی ریال رو نگید. نه من اصلا برای ریال مادرید مخلصی کردم با این استودیو ناومدم. نه اصلا در همون گپای اولت معلوم بود که طرف ریال رو میگید. نه من خواستم اون چی رو بگم که با عقیده خودم میفهمم از روی وجدان در این حالت ما از روی این عکس که میبینیم ما از روی این عکس که ما میبینیم اینجا 100% خودآورانکنی است. اما باز یک چیز دیگر میتواند باشد که بازیگر با کدام سمت رفته ایستاده است. بعد پس هم دروازه دیگر کجا میره؟ در خونش نمیرد کو. و بله کم در کنارتر است ولی در جریمه‌گاه است. منطقی زدن اینجا معنا ندارد. بخاطر بس هم دروازه راست برای گلزنی. خلاصه در این حالت میتواند که از روی عکسی که ما دیدیم این 100% خودآورانکنی است. ولی اگر دوباره یگان عامل دیگری که یگان بهانه دیگر برای خود یگان دلیل دیگر داشته باشد نمیدونم. راست این حالت از نظر من دور مونده بود. بله واقعا هم باید بگویم که در قیاس با اون دو حالتی که ما محاکمه کردیم رو در همین باره فهمیم اول بعداً یه وقتی که گفت خودآورانکنی است بعداً اما گفت من پای بردم که باز یگان بهانه دیگر از جای به جای داور میبرد با سفید قاعده سفید کنی به میان میبرد چون مخلصی ریال مادرید خودش سفید است. ریال مادرید سفید کردن نیاز نداره ریال مادرید. اینها به قول قیماقی هستند، سفید دیگر چیز است. این رو فرق کردن در ریال مادرید خودش هم سفید بعدن مسئله دیگر قیماقی است. قاعده‌ویرانکنی اینجا در این حالت ببینید اگر که ببینید پنالتی تعیین میشد ببینید چقدر جنگ و جنجال به میان میاد، چقدر بحث ها، چقدر شکایت ها، چقدر از اسپانیا رفتن ها، چقدر به قول میمو زنگزنی های ریال و با اون به قول اون اوگراژتا و تهدید کنی با اون رئیس داوران و دیگر در این حالت خوبترش برای خوبتر پیش رفتن حیات داوران بهترش به مثال همون چمپیونات های ما بهترش همون پنالتی رو تعیین نکنین خوبتر است. لیکن اصلا این اومدین
بار دوم بار حل کردن برنامه راست میگه باید پنالتی تعیین میشد. تشکر. بیاید مختصر درباره خودی بازی هم اندیشه‌های شما رو من بشنوم. دوبلی نوبتی امباپه دیده شد، خیلی عالی بازی کرد و از سوی دیگر لگانس طور مربی این تیم در نشست مطبوعاتی پیش از بازی هم بیان کرده بود. آنها تیار بودند که بر مقابل ریال مادرید برای این دسته پرقوت بازی ارزنده و بازی بسیار خوب رقابتی جدی رو نشان دهند. واقعا لگانس امسال مقابل دسته‌های توپ بازی خوب داشت. بارسلونا رو شکست داد این موسم. این رو ما باید فراموش نکنیم. بارسلونا که چند دقیقه پیش تعریف توصیف کرده شده بود. ما از این دسته بود که از لگانس شکست خورد و بر مقابل ریال هم معلوم بود که اونها بازی سخت نشان میدهند. عموما امسال حالا در اسپانیا دسته‌های میونه برای مثال بیتیس یا اینکه لگانس یا اساسونا از یک طرف حالا بعضی وقت خونسردانه بازی میکنند مقابل دسته‌های توپ و این البته جذابیت رقابت‌ها رو در لالیگا بیشتر میکند. ولی حالا درباره اگر خود امباپه و ریال مادرید بگوییم، آمدن او به دسته ریال مادرید در آغاز چگونه که همه ما به خاطر داریم سر و صداهای زیاد رو با میان آورد. سیستم بازی ریال رو گویا که او ویران کرد. دیگر وینیسیوس نمیتواند بازی خوبی خود رو نشان بدهد. موقع برای او تنگ شده است. اما ایسا میبینیم که آنچلوتی با تجربه همه رو در جایهای خود یک گذاشته شده است و امباپه نیز اکنون به نتیجه‌های بلند میرسد. فقط این رو گفتم ممکن است که حالا مثل لامین یامال او رو قیاس کردن با کریستیانو رونالدو خیلی بر وقت است. هرچند از روی گل‌ها با رونالدو برابر شد در ریال مادرید. فقط این رو به نوبت باید گرفت که وقتی که رونالدو آمده بود به ریال مادرید، دسته ریال مادرید پس از گالاکتیکوس نو دوباره ساخته شده ایستاده بود. اون زمان بنزما اومد، بعداً کاکا اومد، گانسالو هیگواین، دی ماریا و یک دو سال پس خب اوزیل اومد، بعد از اون مودریچ. یعنی که ریال مادرید اون زمان نو دوباره احیا میشد، یعنی دسته رو میساختند. اون زمان هرچند رونالدو تو بیتیلوی گرفته بود ولی ریال مادرید دسته نبود که در 10 سال 5 لیگ چمپیون ها داشته باشد. بله در لیگ چمپیون ها دوم در بله شکل آخرین بار اونها سال 2002 لیگ چمپیون ها رو گرفته بودند و در قیاس با این حالا گفتم میتوانیم که امباپه در شرایط و در دوره بهتر از رونالدو برای ریال مادرید گزارش کرد و این سبب اساسی موفق شدن او تسر در دسته هست که دسته همه تیار بودند، فقط یک امباپه نمیرسید، او اومد جای خود رو گرفت. تمام. بله اما ولی که نمیشودن اینا میدیم باید که یگان خیل کرده ریال مادرید رو یک طرف موند ریال رو سفیدتر کند. اینا ما اینجا فقط وقتی که درباره آمار گپ میزنیم دلیل رو پیش میبریم. ببینید 33 گل شد موسم ادامه دارد. ببینید دیگر فرق ندارد، دیگر در دوام موسم ببینید در علاقه در موسم اول به نظر میگیریم 33 گل شد، علاقه میتونه دیگه بهتر شود نتیجه. و چیز مهمتر از این ببینید در مورد آن ناراضگی ضد امباپه که به خط دفاع برنمیگردد، به حمله‌آوران دیگر در تشکیل کردن هجوم کمک نمیکند، این چیز هم احساس میشود. ببینید بغیر از آن گلی که زد ببینید باز امکانیت‌های گلزنی برای همدستای خودم تشکیل کرد و کمک هم کرد تا جای در ویرانکاری هم. این چیز بسیار مهم است. وقتی که کارلو آنچلوتی به گفتی این اومدین تجربه دار هر کس را بر زمین اجرا کردن وظیفه اساسی خود باز جابجا میکند و مجبور میکند در دیگر فونکسیون به خوبی اجرا کنند. این البته کار دستیابی کردن امباپه بسیار عالی است، خوب است و ماز از این پس رقابتی در پایگاه قهرمان لالیگا بازم به قول خود من اینترسنتر میشود. بله من اینجا به یک چیزی منبک میخوام جواب بگویم، چون که بیشتر در سخنرانیش با گفت این امیدی گفته از گپای من قیاس میاره، در کار نیست، هر کس باید فکر کنه. من از گپای خودم بیزارم، این خودم زیادتی دارم. دوم اینکه درباره رونالدو وقتی گپ میرود باید با احترام شما سخن بگویید. وقتی که شما همچون خود رو کارشناس فوتبال و تحلیلگر گفته با استودیوی تلویزیونی ورزش وقتی خود رو از کار اگر بهتر میدونید باید درباره رونالدو برای یک بازیگر با احترام سخن گفت. با این فکر من فکر میکنم که همه دنیا اونهایی که مخلص فوتبالن راضی میشن. نه اصلا ببینید وقتی که درباره ما عامل و آمار امباپه سخن میگیم باید درباره رونالدو چقدر سخن گوییم. امباپه رو از روی رقم در گپ درباره بالا نه. ببینید موسم ادامه دارد، وقتی گل‌ها زیاد شد درباره بالا و پایان ندارد. اینجا به قید گرفتن فکت است، به قول گرفتن فکت در موسم نخست. اون کس بالا و پایان نگرفته است. من در یک بازی لامین یامال رو تعریف کردم تلخات قریب میکفید. ولی یک چیز دیگر هم
ҳам аст дӯстони гиромӣ, мо инро мехоҳем ё не, Мбапперо ба Роналдо ва гӯем Ямалро ба Месси муқоиса мекунанд, ё ин ки дар бораи онҳо мегӯянд, менависанд, ё ин ки онҳоро монанд мекунанд. Ин дигар гӯем васоити ахбори оммаи ҷаҳонӣ ё ин ки саҳифаҳои иҷтимоӣ аст ки пешроҳи онҳоро карагир аст. Имомбек ба карагир аст. ҳар гирифта касе ки худша наметавонем. дорад вақте ки аз каргас худ номини худро зур мегирад, ҳамин тариқ баъд ман ба футбол ба бахтиёри фалокат худам аз дучор карагир мешавад. таҳлилгари хубтар ҳастам. бале ҳамчун футболбоз шояд ки 100/0 ман то ҳамчун футболбоз ҳам зур буд дар Ливерпул бозӣ мекард. ҳамчун футболбоз шояд аз карагир ман миллионҳо бор заифам. дар Лига Нес ҳам бозӣ мекард. таҳлилгар ман худамро аз карагир болотар медонам. беҳтарин ина вақте ташаккури зиёд. бе ягон таърифи зиёдати худашро таъриф кард. Ташаккур.